خیلی خوب و یک سوال دیگر نیز به همین مانند است و میگویند که علم را آموز گرچه آن در چین باشد. این تا کجا راست است و این تا چی این حدیث است یا اینکه این نیز مثل بالا گفته یک ضرب المثل است؟ اطلب العلم ولو بالصین، یعنی طلب علم کنید اگرچه در خطای باشدم. این هم حدیث نیست، لیکن بعضی ها در بعضی کتاب ها همچون حدیث ذکر میکنند. از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین با چنین لفظ صدا نداده است که علم آموزید اگرچه در خطای باشدم، لیکن معناش درست است. برای آنکه علم در کجایی که نباشد باید انسان رفته علم آموزد. بنابراین ابن مسعود رضی الله عنه چه خیلی در صحیح بخاری آمده است گفتند که اگر من دانم که در این روی دنیا یک کسی باشد که از من به علم تفسیر عالم تر باشد و به آن مکان با شتر رفته می شده باشد، من به نزد او می روم. یعنی در کجایی نباشد فرق نیست، عرب است، عجم است. امام بخاری رحمت الله علیه تاجیک بودند، کتابشان صحیح بخاری کتاب رقم 1 در دنیا هست بعد کتاب الله سبحانه و تعالی. پدر و مادرشان یا تاجیک یا بخارایی یا شخصان عادی بودند. دیگر مردم تمام دنیا عرب و عجم به کتاب امام بخاری عیال است، دیگر محتاج است. یعنی شرط نیست که علم باید در عرب باشد.